در دنیایی که جادو از بین رفته، کای پسری که روح اون با بیابان پیوند خورده به طور تصادفی وارد شهر آمبرا میشه. شهری که انتظار میره آخرین زمزمه های جادو در اون باشه. در اونجا با دختری به نام لونا آشنا میشه. لونا برادرزاده رهبر مرموز شهر آمبراست. سایروس کسی که ادعا میکنه از نسل جادوگران باستانی این شهر و قدرتش میتونه شهر آمبرا رو از دست حکومت‌های دیگه نجات بده. اما کای و لونا پرده از رازی بزرگ برمی‌دارن. سایروس همون کسیه که جادو رو در دنیا ریشه‌کن کرده و الان با ارتشی از جادوگران به اون حمله ور شده. اما کای با اتکا بر ارواح جادوگران باستانی شهر آمبرا میتونه سایروس رو شکست بده. در اینجا لونا اون رو کمک میکنه و به واسطه اونه که کای تونست با ارواح ارتباط برقرار کنه. سایروس توسط ارواح باستانی تسخیر میشه و این زمینه شکوفایی مجدد بازگشت جادو رو به جهان فراهم میکنه. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد از ما حمایت کنید با ساب کردن، لایک کردن، کامنت گذاشتن.